از نقل بیبیان فهمیدم که پرنده ها هم میلیسه دارند. میلیسه هاشان میدونید کی؟ میدونید؟ ازار سرخه. یک روز هدهدکی بیچاره به میلیسه زنگ میزند. الو؟ الو چی؟ یا توبا، این ازار سرخه هم افته اتویچ داشتنده. هدهدک چون جواب می آید اگر یکان کس به خانه‌تان دزدی در آمده باشد رقم 1 روزل کنید. اگر دزدها دزدیده و گرفته باشند 2 روزل کنید و اگر حادثه کشتار باشد 3 را، اگر غارت بانک باشد 4 را، اگر همسایه جنگ باشد 5 را. دیدید که مفتش لازمه ستاره چرا 2 بار زل کنید. اگر زنگ بر دروغ باشد تکمچه پنجره دارا پخش کنید. هدهدک هراسان رقم 1 روزل میکند. الو کپیتان کلام کرکشایف شما را گوش میکند. من های دوست درم را شکسته استادند، چیکار کنم؟ نباشد اما رقم 2 را پخش کنید. هدهدک رقم 2 را زل میکند. الو دیدیلن چه خورتو؟ اول مصف چیزی گفت درم را شکسته استادند. مپسونی در بعد از دوستی زنگ زنید حالا باشد رقم 3 را گرید. هدهدک رقم 3 را زل میکند. الو ازار سرخه که دیگر که رتبه معیاری داشت سراسیما نپرسده. الو کام پنکه غورت کیسن غورت ندارند درم را شکسته استادند. نباشه رقم 4 بگی. هدهدک رقم 4 را زل میکند. الو من سرجنگ خردکک در کجا همسایه جنگ؟ همسایه جنگ نیست. الان 2 مرتبه ستاره چرا بیچک؟ هدهدک ستاره چرا زل میکند. ازار سرخک مفتشی منطقوی شما را گوش کنمی. در همین وقت عقوب رست و در هدهدک هجوم کرده معنیهای دوست را پنجه میزند. قریب درم را مشکستند. خیرت عقوب جزای آنها را داد. امرک برای جنگ بر دروغت تک پستت کنمی. کاتک مچه پنجره داره بیچک کپیده تای پنجرت کنمی. خیرت هدهدک بقلی کرده تکمچه پنجره دارا زل نمی کند. بیبیم در همین جا قصه‌اش را به پایان رساند و در آهنیمان